باشه. خب گادیت بزنیم. فهمیدیم. خب به نام خدا. برنامه حالا چند روز از نوروز گذشته، اون تب و تاب دیگه از تب و تاب افتاده مطلب. حالا میایم یک مقداری و از سر فرصت راجع به نوروز حرف میزنیم. یکی از نویسندگانی که تقریبا هم توی ایران، هم تو مالزی، هم تو اتحادیه اروپا سخنرانی زیاد میکنه، آقای دکتر محمود فرجامی هست. ایشون در فاز طنز بسیار فرد قابلی هستند، دکترای طنز سیاسی دارن. ایشون یه پیشنهادی داده بود خیلی جالب بود که بر اساس اینکه تقویم سالنمای خورشیدی دقیق ترین سالنما با گردش زمین هست، یعنی وقتی در سالنمای خورشیدی میگیم بهار، قطعاً و یقیناً بهار است، یعنی اعتدال بهاری اتفاق میفته. وقتی میگیم زمستان یعنی دقیقاً زمستان هست و این کاملاً درست و معتبره. ایشون پیشنهاد کرده بود که در نیمکره شمالی یا در کل دنیا به خصوص حالا غیر از نیوزلند، اگر این رو ما بر اساس تقویم سالنمای خورشیدی تنظیم بکنیم، این بسیار بسیار هم انگار رویدادها، هم آب و هوا، هم تنظیمات رفت و آمد، هم ساعتها جلو عقب کشیدن، همه اینا درست میشه و بهتره که همه دنیا از این تبعیت کنه. استدلالای زیادی هم آوردیم. سالنمای ایرانی یا همون فارسی یا خورشیدی دقیقاً بر اساس رفتار طبیعته و دقیقاً وقتی ما میگیم که بهار یعنی دقیقاً لحظه‌ای که جوانه‌ها رشد میکنن، لحظه‌ای که خاک اکتینومایسیناش فعال میشن، یعنی لحظه‌ای که ابرها ارتعاش و باروریشون شروع میشه و همینطور همه چیزایی دیگه. خب نوروز قدیمی ترین، اصیل ترین، باستانی ترین، بزرگترین و رسمی ترین، یعنی اگر بخوایم کتاب گینس رو برای یک رسم و آیین ایرانی و باستانی بنویسیم، قطعاً در بسیاری از عنوانها نوروز در ابتدا قرار خواهد گرفت. در بسیاری از کشورها عرض میکنم خدمتون در آغاز بهار جشن گرفته میشه و فردوسی، عنصری، بیرونی، طبری و همه اونایی که از آثار قبل از اسلام می نوشتن نوروز رو از زمان پادشاهی جمشید و حتی قبل از اون میدونن. و ابوریحان اینجوری میکنه که آن روز که روز تازه‌ای بود جمشید عید گرفت، اگرچه پیش از آن هم نوروز بزرگ و معظم بود. مستند هست که جمشید پادشاه که انگار فردوسی ازش یاد میکنه با سابقه مثلا 2000 سال این داستان رو شروع کرده، ولی ابوریحان تصریح داره که این قبل از اون هم بوده. و خب طبیعتاً آیین‌های دیگه‌ای هم هست که با نوروز پیوسته است، جشن سده و جشن مهرگان و اینطور چیزای دیگه. در عرض میکنم خدمتتون میان کردها مطلب دیگه‌ای هم راجع به نوروز هست که میگن چون کاوه آهنگر علیه ضحاک ماربدوش قیام کرد و بر اون پیروز شد و به مناسبت این پیروزی به نشانه پیروزی بر بلندای کوه آتش درست کردند و 9 روز مونده بود به نوروز طبیعی، نوروز زمین. 9 روز به نوروز زمین مونده بود. شروع کردن به آتش افروختن در شبها و این 9 روز رو به دستور کیومرث شادباشی سپاهان بود به مناسبت آن پیروزی که ورق بسیار مهمی بر تاریخ بود که ضحاک رو کنار گذاشتن و مردم به آرامشی رسیدن. و این اون داستانیه که در بین کردها هست که الان هم میرین سمت غرب کشور، اونجا آتش میافروزن که من یه توضیح قبلش دادم. شما فرض کن الان روز
مهمونا میان، سفره هست، سبزه هست، لباس نو هست، خونه تمیز هست، کفش نو، رخت نو، همه چی نشون میده شما شادین. آهنگ، نوا، موسیقی، رقص، همه چی. اما شب که میشه چی؟ شب چجوری میفهمن شما شادین؟ آتش. این ذکاوت مردم کرد بوده که این آیین رو داشتن که شب که آتش روشنه به نشانه چیزی روشنه، چون در کوه آتش رو الکی روشن نمی‌کنن. و خب در طول شب هم این شادی و روشنایی وجود داره. آقای علی شریعتی میگن که عمومی ترین و پایدارترین جشن ملی ایرانیان است که قرنهای زیادی به جشنهای جهان، به همه جشنهای جهان فخر میفروشد. شما هیچ جشنی رو نمیتونی ریفرنس بدی که سابقه‌ای بیشتر از نوروز داشته باشه، گستردگی به این عظمت داشته باشه، ثبات المانها در طول چند هزار سال حفظ شده باشه. و خب طبیعتا همه مردم مشکل دارن، غم دارن، دشمن هست. حتی در برتهای در ایران شهرهای زیرزمینی داشتیم، یعنی اینقدر زندگی سخت شده که مردم پناه بردن به زیر زمین. ولی در زمان نوروز میگن خب آقا یه لحظه ترمز کنید، همه این سختی ها و مشکلات این کنار، این چند روز رو باید به دلمون و به شادی بپردازیم. و آیین صدم بلافاصله پشبند انگار نوروز اجرا می شده که باز فردوسی این رو گفته: نگه دارد آیین جشن صده، همان فر نوروز و آتشکده. مهان را به مه دارد و که به که، بود دین فروزنده و روزبه. که اینو فردوسی تو شاهنامه‌اش میگه. و خب طبیعتا برای یک ایرانی نوروز یعنی ملیت، نوروز یعنی هویت، نوروز یعنی استقلالی که من رو ثابت میکنه. و در شاهنامه حکیم طوس بهرام چوبین وقتی میبینه دشمن داره میاد، ببین چه جمله قشنگ میگه. میگه اگر این دشمنان بیان این مملکت رو بگیرند، ایران رو به آتش خواهند کشید و هیچ نامی از نوروز باقی نخواهد ماند. نمیگه نمیدونم سرزمین رو خواهند برد، نمیدونم طلا جواهرات رو میبرن، پادشاهی نخواهند داشت. میاد میگه هیچ نام و نشانی از نوروز نخواهد موند. ببین چی بوده که مثلا اون رو به عنوان خطر مطرح کرده. و جالبه که همیشه کلمه رو در هر زبان میریم دنبالش میگردیم. مثلا میگیم دی، گود، بد، خوب، زشت. هر کدوم این کلمات یه باری دارن. بعد شما نمیتونید بگین که اینجا بد یعنی خوب، یا مثلا اینجا بد یعنی اینقدر تفسیر و تعبیر. ولی جالبه که کلمه نوروز رو من تو ادبیات نگاه میکنم، بسیاری از شعرا وقتی میخواستن از یک پادشاهی تقدیر بکنن، مدحش بکنن، با نوروز شروع کردن. که ای پادشاه که اومدنت مثل نوروز آبادی آورد، ای پادشاه که وجودت گرایش و رویش و پرورش مملکت شد، آبادانی اومد، بارش شد، برکت شد. یعنی پادشاه خوب کسیه که عوارضی که از اون پیدا میشه و دیده میشه همه شبیه نوروزه. و جالبه که در مدح حضرت امیرالمومنین هم شعر گفته شده، باز با نوروز اومده شروع کرده. یعنی فرد خوب، حاکم خوب، والی خوب، پادشاه خوب، امام خوب، یک چیزی که در بهترین حالت خودش ممکنه باشه، با نوروز توصیف میشه. خب چی میفهمیم؟ چقدر بار معنایی باید روی کلمه باشه که بشه اینقدر ازش محتوا درست کرد. جمالش باد دائم عالم افروز. اون کسی که انگار آقای نظامی در مخزن الاسرار داره راجع به اون صحبت میکنه، میگه جمالش باد دائم عالم افروز، شبش معراج باد و روز نوروز. میگه اون آدم جمالش عالم افروز باشه، همه عالم به خوبی و زیبایی اون پی ببرن، شبش شب معراج باشه و روزش نوروز. ببینید روز نوروز اومده همپایه شب معراج گذاشته. ما برترین شبایی که در مثلا
مذهبمون داریم شب قدر، مثلا شب معراج که پیامبر، خب این میاد میگه که شب تو شب معراج، روز نوروز. در این حد این آورده بالا نظامی. و خب خسرو داره با پادشاه صحبت میکنه. خسرو روزت همه نوروز باد، و از طرب شبهای عمرت روز باد. یعنی شب رو حد اکثر قدرتی که بهش میدن که تبدیل به یه چیز خوب بشه میگن روز، ولی روزت خودش روزه، حالا روزت نوروز باشه. یعنی باز هم میاد میگیم که نوروز یک روز طبیعی نیست، اگر خیلی ویژه باشه میشه نوروز. و اون دوباره همین مطلب. آقای انوری در دیوانش میگه تا شب و روز جهان آینده اند، روزگارت روز و شب نوروز باد. این بازم جلوتر بود، گفت شبت هم انشالله دیگه نوروز باشه. خب توانمندی شعرای ایران اینقدر بود که تونستند این کلمه نوروز رو، اعتدال تاریخ جغرافیایی روز و شب رو، ابتدای بهار رو، استقلال و هویت کشور رو، اون غرور مردم رو، بیشینه های باورهای خوب رو، همه رو بریزن در قالب یک کلمه. و این کلمه انقدر جا داشت که همه اینا رو در خودش بپذیره. و جالبه که هر کسی اومد با نوروز انگار مقاومت کرد که ندیده نشه و کنار گذاشته بشه و این حرفا، به نتیجه نرسید و این رشد و بالندگی نوروز ادامه پیدا کرد. اینقدری که تا هند رفت و اونها مراسم ویژه نوروز داشتن و انگار حالا مثلا بسیاری از شاعرها اومدن گفتن که از لحاظ، حالا فنیش میریم صحبت میکنیم، شاعر اومده گفته که از لحاظ جغرافیایی نوروز یعنی چی؟ خورشید چو از هود به برج حمل آید، گویند ز سرباز جهان در عمل آید. یعنی در زمانش رو داره میگه. خب و باز دوباره اینو صنایع غزنوی گفته. انوری دوباره تکرار کرده جرم خورشید چو از هود در آید، به حمل اشهب روز کند ادهم شب را ارجل. زمان، مکان، موقعیت و همه رو خاقانی صنایع انوری گفته. یا اینکه گفته شده که مردم با چی کار بکنن تو نوروز. حالا ما نوروز آقای شاعر ما چی کار کنیم؟ تبری می نویسه جمشید که در نوروز به مردم فرمان داد تا به تفریح بپردازند، با موسیقی و می شادمانی کنند. به همین جهت در سنت ایرانیان نوروز همیشه توأم با شادی، سرور، رقص، موسیقی و شیرینی است. رستگار فسایی منصور، مجله ادبستان فرهنگ و هنر، شماره 27. و جالبه که در شاعران قبل از قرن ششم هم این به راحتی کلمات از نظامی، خاقانی، عطار همه کامل دیده میشه. خب یه سری کلیات رو از نوروز براتون گفتم. بعدش میخوام برم براتون که توضیح بدم که برخیا اومدن وصله های ناجوری به نوروز چسبوندن. اومدن خب خیلی هم نوروز اتفاقا خوبه برگزارم بشه، مایه فخرمونه و باید آمار مالی رو، چون مردم اون زمان می اومدن لباس نو و نمیدونم شرایط و خوب همه چی، اومدن گفتن سال مالی و خراج نوروزی کردن و اومدن باج و خراج رو خود رو اون موقع دادن و که خب این رو فردوسی هم تایید میکنه. بدان سال تا باز جستم شمار، چو شد باج و دینار بر 100,000. بعد خب که آیین رو از اسب و از احشام دیگه می اومدن می گرفتن
و این هم یکی از رسومی بود که اتفاق افتاد که در اون زمان گرفتن که سال مالی رو بعدها هم دوباره به تقلید از اون پادشاهان اون زمان اومدن این کار رو کردن و خیلی از شعرا اومدن هدیه نوروزی رو باز دوباره خاقانی، عطار، انوری اومدن بهترین نوروزی درگاه را تحفه این است ابیات قرا دیدن و شاعران می اومدن درست دم نوروز که میشد اون پوست های پیچیده در دور یک استوانه چوبی رو می نوشتن و برای پادشاه متن نامه می فرستادن که ای پادشاه الان نوروزه، چقدر خوبه، شما چقدر کار درسته و اون مدیحه ها رو در حق پادشاه می نوشتن و می فرستادن یا می رفتن بار می ذاشت پادشاه و در حضور پادشاه نوروزی می خوندن که این نوروزخوانی هایی که الان شما در شمال می بینین رگ و ریشش اونه که یعنی آدم‌های خوب با سواد با پشتوانه محترم مورد تایید مردم که اغلب تو شمال می‌بینید مثلا یه ریش سفیدی یا آدم جا افتاده‌ای شروع میکنه به خوندن شعر و مردم مثلا میرقصن راه میرن و نوروزخوانی میکنن تا میرسن مثلا به یه جای خاصی. این اون زمان توسط شعرا شروع شد. پادشاه بار میداد، شعرا می اومدن و شعر رو میخوندن که آقای پادشاه این است و نمیدونم زندگی اینطوریه و خب یا هدیه هاشون رو میگرفتن یا پادشاه براشون میفرستاد یا همونجا بهشون هدیه زر میداد. یکی از عرض میکنم جغرافیای نوروز رو من براتون بگم که مال چه منطقه‌ایه و در کجاها استفاده میشه. در 10 می سال 2010 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل با گذراندن قطعنامه‌ای نوروز را به خاطر بزرگداشت آن توسط بیش از 300 میلیون تن در بیش از 11 کشور جهان به رسمیت شناخت. ببینید یعنی در 11 کشور در سال 2010 300 میلیون آدم داشتن این رو به عنوان رسم میپذیرفتن و اجرا میکردن. یکی از باورهاشونه. یعنی به 300 میلیون نفر آدم در دنیا بگی نوروز چیه شروع میکنن برات به حرف زدن. براش لباس دارن، براش آیین دارن، براش شعر دارن، براش مراسم دارن، براش آماده میشن، براش هزینه میکنن، براش برنامه‌ریزی میکنن. این یعنی یک فرهنگ ریشه دار، فرهنگی که بعد از چند هزار سال اینقدر ریشه داره. منطقه‌ای که در آن جشن نوروز برگزار میشد امروزه شامل چند کشور میشود که اینا رو بهتون میگیم که خب حالا یکیش از سراسر خاورمیانه، بالکان، قزاقستان، تاتارستان در آسیای میانه، چین شرقی، ترکستان چین، سودان، زنگبار در آسیای کوچک، سراسر قفقاز تا آستراخان و نیز آمریکای شمالی، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، بوتان، نپال و تبت. یعنی فکر کن شما بری تبت میتونی فردی رو پیدا بکنی که مراسم نوروز برگزار میکنه. حالا این غیر از تمام افرادی که تو خاورمیانه که اصلا اسمشون به عنوان فقط خاورمیانه گفتیم ازشون. و خب دیگه این پس زمینه‌ای بود که راجع به نوروز براتون عرض کردم که یک روز محسوب نمیشه، یک فرهنگ، یک لحظه تنفسه. ببینید من دوره نجات غریق که میگفتم میگفتش که شما برین کف استخر بخوابین تا جایی که میتونین مقاومت کنین نیاین بالا، ولی دیگه وقتی اومدین بالا فقط یه نفس خیلی کوچیک به اندازه که سرتون از آب بیرون نیاد بکشین دوباره بریم پایین. این کارو میکردیم تا ریه هامون آماده بشه مدت طولانی تری زیر آب باشیم که آخرش مثلا 50 متر زیر آب باید شنا میکردیم، از اون ور سر در میآوردیم، چون تو دریا که شما میری خیلی شرایط سخت‌تر میشه برای نجات غریق. جالبه به ما میگفتن همون یه لحظه باید بلد باشین یه عالم هوا وارد بدنتون بکنین. بعد نشون میدادن اون که مثلا حرفه‌ای داره شنا میکنه لبشو از پهلو میاره بالا، از لب آب یک کم دهانشو باز میکنه و هوا رو دریافت میکنه. و برای ما مثلا عکس نهنگو نشون دادن که اون موجود به اون عظمت مثلا از یه حفره چقدر کوچیک اون حجم شش رو پر میکنه. و شما باید این توانو داشته باشین. و جالبه که نوروز دقیقاً همینه.
شما در زیر آواری از ظلم، آواری از مشکلات، آواری از غمها، قصه ها، سختی ها و همه اینا رو شماست. برای یک لحظه همه رو میدین کنار، یک نوروز، یک فرصت دور هم میشین و یه نفسی چاق میکنین که باز بتونین بار زندگی رو ادامه بدین. خب ابتدا میریم سراغ حافظ شیرازی، حافظ عزیز، حافظی که همیشه میشه بهش مراجعه کرد و ازش از عشق پرسید و باهاش عشق ورزی کرد. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از 5 روزی نیست حکم میر نوروزی. ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست، بیا ساقی که جاهل را در میرسد روزی. می اندر مجلس آصف به نوروز جلالی نوش. جلالی همون تقویمیه که حکیم عمر خیام نوشت و هنوز دقیق ترین تقویم دنیاست و به سلطان جلال الدین تقدیمش کرد. می اندر مجلس آصف به نوروز جلالی نوش، که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی. نه حافظ می کند تنها دعای خواجه تورانشاه، ز مدح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی. و خب اینجا هم دیدیم که در مدح پادشاه صحبت کرده و از نوروز صحبت کرده و این یک مرسوم بوده که دقیقاً وقتی بوده که انگار زمستان رو کنار گذاشتن و میخوان وارد بهار بشن و این چقدر. حافظ شعر دیگه هم داره دوباره با همین که در مورد نوروز میگه. میرم سراغ خیام. خیام در رباعیاتش خیلی لطیف به نوروز میپردازه. میگه که حتی خود گل زیباست دیگه. کسی شک داره گل زیباست؟ همه قبول داریم گل زیباست. ولی خیلی جالبه که دیدگاه خیام میره به اینجای میرسه که میگه گل نمیگین زیباست، همین گل بر چهره گل نسیم نوروز خوش است. ببینید، نسیمی که تو تابستان به صورت گل میخوره، نسیمی که تو پاییز به صورت گل میخوره و نسیمی که تو بهار میخوره. تو بهار گل رو شکوفاتر میکنه، زیباتر میکنه، تراوتش رو بیشتر میکنه، زیباییش رو بیشتر نشون میده. اما در تابستون گل رو خشک میکنه، لبه های گل میسوزه، در پاییز میرزینه، اصلا چیزی از گل نمیمونه. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است. که این هم دی هست که بعدش بهمن و پاییز و انگار میرسه به بهار، هم از دی یعنی دیشب و گذشته. چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، تو بهار خیلی بارون میاد. چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، برخیز و به جام باده کن عزم درست. که این سبزه که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد راست. میاد میگه که ماندگار نیست، کلاه سرت میره اگر خوشی نکنی، ضرر میکنی اگر بهش نرسی. و جالبه که شما اگر لرستان تشریف برده باشین یا شیراز، باغ ارم، اون بعد از مزرعه روز که هست یه مزرعه لاله است. اینم بهتون بگم آقای دکتر جمشید حکمتی
استاد طراحی فضای سبز دانشگاه تهران، استاد ما بودن مدتی. ایشون میگفتش که در سال 1972 از هلند نامه‌ای دریافت کردیم که اگر میشه چند تا از لاله‌های شیراز رو به ما بدین، ما روش کار کنیم و خب طبیعتاً اونو اصلاح نجاتش بکنیم، این پروژه رو با هم انجام بدیم، شما هم شریک باشین، با شما هم شیر میکنیم، با شما هم رسانی میکنیم. بچه‌ها من اگه انگلیسی حرف زدم حتما به من تذکر بدین. بعد میگه که ما گفتیم نخیر، اصلا همچین کاری نمی‌کنیم، لاله‌هامون هم به شما نمیدیم، برید دنبال کارتون. مفهوم نامه‌ای که اون موقع نوشته شده بود. میگه اونا اومدن به طریقی که خودشون بلد بودن برداشتن بردن و همین لاله‌های نارنجی، تولیپا حافظی، لاله حافظی، این رگ و ریشش همون لاله‌هایی که توی شیراز هست. چون لاله به نوروز قدح گیر به دست. شکل لاله رو در نظر بگیرین، جام می را تصور بکنید. چون لاله به نوروز قدح گیر به دست، با لاله رخی اگر تو را فرصت هست، می نوش و به خرمی که این چرخ کهن، ناگاه تو را چو خاک گرداند پس. یعنی هم لاله رو تشبیه میکنه به جام، هم لاله رخ. ببینید هنر شعره و اینا رو همه رو میچسبونه به زمانی که انگار نوروز میشه. فردوسی میتونم بگم یکی از قدرترین و برجسته ترین شعرا در زمینه نوروز. در 23 شعر بسیار بلند واژه نوروز رو استفاده کرده. خب طبیعتاً اولین جایی که رسما ازش یاد شده شاهنامه هست. چو شد ساخت کار آتشکده، همان جای نوروز و جشن سده، بیامد سوی آذرآبادگان، خود و نامداران و آزادگان، پرستندگان پیش آذر شدند، همه موبدان دست بر سر شدند، پرستندگان را ببخشید چیز، و از آتشکده روی بنهاد تیز. که جالب اونجا مثلا مراسمی بوده که می اومدن آتشی رو درست میکردن و جشن سده رو برگزار میکردن و پادشاه بذل و بخشش میکرده. ببینید وقتی میرسه به دوره قاآنی اینا میرفتن شعر میخوندن، جایزه میگرفتن، صله میگرفتن. اینجا داره میگه خود پادشاه میبخشیده و ایدی میدادن. آفرین. خب جشن سده هم که میدونین در آغاز بهمن برگزار میشه، 5000 سال هم قدمت داره و زرتشتیان با روشن کردن آتش این رو انگار برگزار میکردن. در سال 91 جشن سده به عنوان میراث معنوی ایران و در بهمن 98 به عنوان میراث فرهنگی ناملموس ایرانیان ثبت میشه. ببینید خیلی جالبه، هیچی نیست، یعنی نه سنگ، نه جواهر، نه مکانه، نه هیچی نیست، یک باور و یک رسمیه با 5000 سال سابقه. من ایرانیم، من فردی هستم که جشنی رو برگزار میکنم که 5000 سال سابقه. ببینید خیلی این مهمه که شما با چه فرهنگی با مردم صحبت میکنید. آقای ترامپ رفت کره جنوبی، یه غذا بهش دادن که سوسی که برای اون غذا دادن قبل از تشکیل قاره آمریکا انگار ساخته شده بود. یعنی آقا شما به این مملکت اومدی، سوسی که ما تو غذا ریختیم سابقش از کل کشور و تاریخ تو بیشتر. این گفتگوی فرهنگیه. وقتی جشنهاتون رو توضیح میدین برای اینایی که اینجا هستن، این زمان و سابقش خیلی مهمه. خب باز هم فردوسی برفتند یک سر به آتشکده، به ایوان نوروز و جشن سده. دوباره اینو میکنه نگه دارد این فال جشن سده، همان فر نوروز و آتشکده، همان اورمزد و مه و روز مهر، بشوید به آب خرد جان و چهر. و همینطور تا آخر. کند تازه آیین لهراسپی، بماند کی دین گشتاسپی. خب از دین گشتاسپی و آیین لهراسپی داره صحبت میکنه و طبیعتاً
فردوسی از خدا، ماه و ماه نوروز صحبت میکنه، در مهر و محبت و ماه نوروز و اهورامزدا، این طرف خدا، از اون طرف بشوید به آب خرد جان و چهر. ببینید خرد رو اصل قرار میده، میگه صورتت رو و جانت رو با خرد بشور. یعنی در وجود تو، در جان تو، در چهره تو ببین چی شایسته است. اگر الان بهاره، آیا درسته که صورت تو مشوش باشه، زیبا نباشه؟ آیا اگر الان بهاره همه چی داره زنده میشه، درسته تو باورهای مرده کهن بی ارتباط، غمهای ناجور، کینه و همین چیزا تو وجودت باشه؟ میگه با آب خرد جان و چهره خودت رو بشور. و همینطور شروع میکنه به حرف زدن. خب میریم سراغ ابرمرد عرفان جهان، مولوی. امروز جمال تو بر دیده مبارک باد، بر ما هوس تازه پیچیده مبارک باد. گلها چو میان بندد در جمله جهان خندد، ای پر گل و صد چون گل خندیده مبارک باد. خوبان چو رخت دیده افتاده و لغزیده، دل بر در این خانه لغزیده مبارک باد. نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم. خیلی قشنگه. صورت محبوب رو به نوروز توضیح دادیم چقدر پشتوانه داره نوروز. نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم. دلبر میشه نوروز، بیننده شاعر میشه گریه‌ای که کرده با دیدن این که تو چقدر زیبایی. حالا میبرتش به طبیعت، واژه مناسب براش میذاره. نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم، نوروز و چنین باران باریده مبارک باد. میگه چه خوبه که من تو رو دیدم و گریم در اومد، چه خوبه که تو اینقدر زیبایی. بی گفت و زبان تو، بی حرف و بیان تو، از باطن تو گوشت بشنیده مبارک باد. میگه من نگفتم و نه تو چیزی شنیدی، ولی من نگفته و تو نشنیده، تو در باطنت فهمیدی من چی میخوام. با کدام زبان میشه این نوع ارتباط رو برای یه نفر توضیح داد؟ و این جناب نظامی هست که پهلوان نوروز نامش میذاریم. 22 شعر داره که در مورد نوروز صحبت میکنه. از زبان خسرو، از زبان شیرین صحبت میکنه. و جالبه که وقتی که خسرو میخواد شیرین رو توضیح بده، شروع میکنه به مشخصات شیرین رو با نوروز و زیبا بودن نوروز، چاه زنخدانش به عنوان چاه، و همینطور به ترتیب. به سیمین ساق او گفتن نیارم، که گرگویم به شب خفتن نیارم. میگه از ساقهای نقره‌ایش نمیتونم چیزی براتون بگم، که اگه بگم دیگه شب خوابم نمیبره. ببین اون دیگه چقدر زیباست. همینجور به ترتیب. به چاه آن زنخ بر چشمه ما، که دل را آب از آن چشمه است و آن چاه. به طوق قبقبش گویی که آبی معلق گشته است از آفتابی، بدان سیمین دو نار نرگس افروز، که گردی بستند که گردی بستد از نارنج نوروز. ببین قبقب محبوبش رو میگه مثل یه آب سفید معلقیه که گردیش رو از نارنج نوروزی گرفته. یعنی ای دل بر محبوب من که قبقب شما، که اینجا مثل یک آب آویزان از آسمان هست، به نظر من زیبایی و سفیدی قبقب شما از نارنج نوروزی حکایت میکند. این جناب آقای فرهاد یا همون خسرو داره زیبایی های شیرین رو میگه. میبینید چقدر میتونه عرض میکنم زیبایی رو در پشت یک کلمه و عوارضی که اون کلمه داره گسترش بده و به صحن آرایی بیارسه. به فندقهای سیمینش دهنگشت،
که قاقم را ز رشک خویشتن کشت. بدان ساعت که از بس رونق و آب چو سیمین تخته شد بر تخت سیماب. بدان نازک میان شوشه اندام ولیکن شوشه ای از نقره خام. ببینید دقیقاً داره ریزه کاری رو میگه. همه اینا همون بارش ابر، همون جریان آب روی برگ گل، همه اینا رو داره با این موضوع. یعنی شما یه صحنه بهاری رو در نظر بگیرین، اینو میاره دقیقاً پیاده میکنه در توصیف صورت محبوبش. خب در داستان‌های نظامی روز بار داشتیم. روز بار موقعی بود که پادشاه حالش خوب بود، میگفت امروز حالم خوبه، ملت تشریف بیارین، من خیلی خوشحالم، امروز میخوام خوشحالیمو با مردم تقسیم بکنم. آن روز که روز بار باشد نوروز بزرگوار باشد، یا نوروز بزرگوار. خب میاد روز بار رو با نوروز هماهنگ کنه. یعنی روزی که پادشاه حالش خوبه، گیر نمیده، سخت نمیگیره، مالیات نمیگیره، جنگ نمیکنه و هیچ کدوم اینا نیست، تازه خوشحالم است، به مردم داره مثلا انگار صله و شادی رو تقسیم میکنه، اون روز نوروز. خب جناب سعدی شاعر دیگه ای هست که من یک کم دیگه ازش توضیح میدم، بعد میریم سراغ یه سری مطالب علمیش. در مورد نوروز 24 شعر داره. فکر کنید فردی مثل سعدی چقدر باید گسترده شعر گفته باشه که 24 تا شعر در مورد نوروز داره. و کامجویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست. کامجویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست. بر زمستان صبر باید طالب نوروز را. میگه اگه نوروز میخوای باید سختی زمستان رو تحمل کنی. ببینید همون باور انگار دینی هم پشت سرش هست. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. باید بعد سختی آسونی باشه. اگه به آسونی داری فکر میکنی، اگه به روز خوش داری فکر، باید سختی های این ایام سخت رو در خودت حلش بکنی. عاقلان خوشه چین از سر لیلی غافلند. این کرامت نیست جز مجنون خرمنسوز را. عاشقان دین و دنیا باز را خاصیتی است کان نباشد زاهدان مال و جاهندوز را. میگه که باید اینقدری بزرگ باشی و دیدت وسیع باشه تا بفهمی، وگرنه بخوای کوچیک فکر کنی هرگز ارزشش رو نمیفهمی. خب بریم سراغ خانم پروین که 7 شعر داره و عطار که باز 7 شعر داره. جهان از باد نوروزی جوان شد، جوانی جهان، زهی زیبا که این ساعت جهان شد. و سنایی غزنوی. ببین گل نوروز چیه بچه ها؟ کسی میدونه گل مخصوص نوروز، گلی که اسمشو بگیم این گل نوروزه؟ برخی ها میگن سوسن، سنبل مثلا میگن. بعد یه استادی داشتیم دکتر خلیقی سوال داده بود که گل سوسن و یاسمن کی گل میده؟ بعد آره این مثلا اشاره کرده بود به اون داستانی که بوی گل سوسن و یاسمن آید که نرگس. آره حالا نرگس. ببینید خیلی از گلها به خصوص برخی از انواع خانواده سوسنی ها که انگار برگ هاشون حالت شمشیری دارن، برگ پهن ندارن، اینها حتی مثلا یه نوعش تو ژاپن زیر 50 تا 70 سانتی متر برف جوانشون رشد میکنه و میاد. البته اون برف حالت پتو رو پیدا میکنه، اون پایین دما خیلی زیاد نیست، یعنی خیلی منفی نیست، اون پتو حفظش میکنه، پتوی برف. میگه که زلفین تو، سنایی غزنوی، زلفین تو تابوی گل نوروزی است. کارش همه ساله مشک و عنبرسوزی است. همرنگ شب است
همرنگ شب است و اصل فرخ روزی است، ما را همه زو غم و جدایی روزی است. میگه این بوی خوبی که زلفهای تو داره مشک و عنبر و آبروشو میبره. و درسته که رنگ شب سیاهه و میگن این مثلا بده، سیاه بختی و این حرفا، میگن سیاه بده، ولی اصل فرخ روزیه. یعنی اگه من اون زلفین رو داشته باشم به بهترین فرخ روزی میرسم، ولی چه فایده؟ ما را همه زو غم و جدایی روزی است. میگه هیچی گیر ما از این نمی، این انقدر خوبه باعث بهترین بخت میشه، ولی من هیچی گیرم نیومده. که باز دوباره اون بهترین میشه نوروز و این اتفاقی که برای شاعر افتاده میشه بدترین. وحشی بافقی هم که شاعر مورد علاقه بله خیلی ها هست، در مدح حضرت امیرالمومنین شعری داره که توضیح میده بهار رو، بعد میرسونه خودش رو به شخص امیرالمومنین، بعد که توضیح میده که تو امیرالمومنین، تو مرد خوبی هستی، تو منشأ خوبی ها هستی. قبلش نوروز رو توصیف میکنه. بعد رودکی یک دو بیت در مورد نوروز داره که چون سپرم نمیان بزم به نوروز، در مه بهمن بتاز و جان عدو سوز. باز تو بی رنج باش و جان تو خرم، بانی و بارود و نبیذ و فناروز. خب که هم نوشیدن رو میگه، هم نی رو میگه، با نی و بارود که ساز رود هست، ساز نی هست، نبیذ. و خب یعنی همه آنچه که در صحبتی رو قبل از شروع جلسه با خانم استاد رقص با ایشون داشتیم که هر چقدر اون عناصری که یک موضوع رو میسازن بیشتر به هم آمیخته میشن، اون موضوع قوی‌تر دیده میشه. موسیقی، شعر، صدا که ایشون میگفت مثلا گیتار و دف و مثلا تونستن با هم دیگه یک فردی در یه آهنگی به هم بچسبونه و اینا رو ازشون یه نوای خاص در بیاره. ایشون مثلا چند تا ساز رو گفته که استفاده میشه. ناصر خسرو از نوروز بیشتر برای نصیحت کردن استفاده کرده. گفته مثلا سال اینجوری نو میشه، تو برای چی اینجوری هستی؟ گلا اینطوری میشن، تو برای چی اینطوری هستی؟ ببینید قشنگ میاد از اون، برای چون اصلا کار ناصر خسرو نصیحت گونه هست. و بسیار شعر داریم که فرخی سیستانی 24 تا شعر راجع به نوروز داره و یک ترجیبند خیلی بلند داره در 24 بند. و بدین شایستگی جشنی، بدین بایستگی روزی، ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی، یا ملک را در جهان که ملک بشته. خب یواش یواش میرسیم به شعرهای تازه و شعرهای اخیر. مثلا ملک الشعرای بهار. بهار آمد و رفت ماه سپند، نگارا درافکن بر آذر سپند. به یک باره سرسبز شد باغ و راغ، ز مرز حلب تا در تاشکند. بعد توضیح میده که بنفشه گیسوهاشو باز میکنه، شکوفه ها یقشونو میشکافن، سپاه بهار میرسه، پلنگ ها در کوه شروع میکنن به و قشنگ اون اتفاقاتی که داره در طبیعت میفته رو یک به یک توضیح میده. و قلدر کوتاه گفتن سخنهای بسیار سنگین جناب آقای صائب تبریزی. طوفان گل و جوش بهار است ببینید، اکنون که جهان بر سر کار است ببینید. این آینه هایی که نظر خیره نمایند، در دست کدام آینه دار است ببینید. و خب شهریار تمام توبه هاشو میاد جمع میکنه و در بهار توبه شکنیش گل میکنه. نوبهار آمد و چون عهد بتان توبه شکست، فصل گل دامن ساقی نتوان داد ز دست. بعد دیگه
فرخی سیستانی بسیار بسیار قوی شعر میگه و برسیم به چند تا. من بعداً میام دوباره این شعر دیگر رو میگم از آقای فریدون مشیری. این رو میگم و تمام میکنم. بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار، گر نکوبی شیشه قبراب سنگ، هفت رنگش می شود 70 رنگ. من در یک سرچ خیلی کوچولو فقط 45 مقاله علمی راجع به نوروز از یک وبسایت پیدا کردم. یکیش هم در رابطه با آیین سوگ سیاوش در نوروز بود که این رو هم معمولا علاوه بر اون سیاوشون یا برگزار میکنن. در مشرق آفریقا نوروز برگزار میشه. بعد نوروز و بازخوانی بهارانه که خیلی رایجه و شعر زیبای شهریار که عاشقی‌هاش اون لحظه نوروز، ابتدای نوروز این اتفاق میفته. اگر به سرزمین‌هایی که برف میباره برین، من توی اردبیل و احر و مشکین و هریس و میانه و اینا که رفتم اینطوری بود. برفا خوابیده پای کوه، اون مجرایی که رود ازش میاد اون زیر برفا گمه. آب میشه، یخها آب میشن و از زیر کوه راه میفتن، از زیر برفا میان. شبی که بارون میباره، بارون نمیتونه اون یخهای سطحی راه کنه ولی زیر راه میفته، زمین داره گرم میشه، به قول من زمین داره نفس میکشه. بعد از زیر اون برف ها رد میشه و میاد میرسه به جایی که رود پهنه دیگه برف نیست. بعد حیدر بابا عاشقی شد دم نوروز توضیح میده، میگه حیدر بابا ıldırımlar şaxanda seller sular şaqqıldayıp axanda. میگه وقتی که رعد و برق میزنه آب جاری میشه. توی ترکا این رسم هست. دخترها دقیقا همون روز اولی که اولین باران بهاری میرسه و رودها شرشر صدا میکنن و سنگها رو هم میغلطند و قلوب قلوب صداشون بلند میشه، میرن کنار رود وای میستن و از رود میپرن و میگن که الهی بخت من باز بشه. این باور رو داره. بعد پسرها خیلی زرنگن، دقیقا میدونن همچین رسمی هست، میرن اون پشت مشتالای درخت قایم میشن که محبوب خودشون رو انتخاب کنن. کدومشون دامنشون چینش بیشتره، کدومشون وقتی میپره مثلا با جست و خیز خوب میپره، بعد دیگه بالاخره باد میزنه گردنش طرف دیده میشه و اینطور صحبت ها. میگه که Heydər baba ıldırımlar şaxanda, sellər sular şaqqıldayıb axanda, qızlar durub səfə ona baxanda, onda da sən məni بیاد edersən. میگه منم یاد بیار، منم جوان بودم، منم دلم میخواست اونجا باشم و محبوبم رو انتخاب. میدونی که شهریار نرسید به عشقش، عشق دوم رو هم به عنوان مثلا که زن زندگی داشته باشه شروع کرد و اینا، که اونم خیلی زود از دنیا رفت. هنوز این داغ تو دلش مونده، تو سن چند سالگی برمیداره حیدر بابا رو مینویسه. میگه من عاشقا توی ترکا آذریا، اونی که میاد تار رو میزنه که معمولا قنبه گنده هم داره رو دوششو میگیرن میزنن، به اونی که میزنه میگن عاشق. مثلا عاشق حیدر، عاشق احمد. میگه بعد مثلا شما وارد مجلس عروسی میشی، بعد یه دختر جوانی اونجا هست و علاقه‌مند به اون، حالا اون شمایی که میگم یعنی یه آقا عاشق مثلا یه خانومیه، بعد میاد به اون عاشق احمد، اونی که داره تو مجلس میخونه، یه پولی یه تحفه‌ای میده، بعد میگه مثلا توکتم. این شروع میکنه به خوندن، توی خوندنش اسم توکتم رو میاره.
بعد یا ای توکتن بادیه، بعد شروع میکنه به خوندن، اسم اونو میاره و شعری رو میخونه که یعنی مخاطب این شعر توکتمه. و چون این پسره وایساده کنار عاشق، همه میفهمن که این پسره عاشقه این توکتمه مثلا. همه این اتفاقات هم بهار میفته. پس نوروز یک شروع عاشقانه در خیلی از مناطق زندگی ایرانی ها هست. یک زندگی عاشقانه رو، یک زندگی با انتخاب عاشقانه رو در خیلی از مناطق ایران در نوروز ما شاهدش هستیم. عرض من تا اینجا تمام، تا دوستان صحبتایی داشته باشن. چند تا مطلب دیگه هم هست که در خدمتتون خواهم. بفرمایید. خیلی ممنون از همه دوستان، از آقای فرجی اول، بعد سایر دوستان که حضور دارن. اگر کسی صحبتی داره میتونیم شروع کنیم. بفرمایید. نبود. نوروز همگیتون مبارک باشه. انشالله که سال خوبی پیش رو داشته باشیم. بفرمایید اگه کسی صحبتی داره. نبود. کسی نداریم فکر می‌کنم آقای فرجی. خب خدا رو شکر. نه گله‌ای داره، نه شکایتی داره، نه حرفی داره. نوروز چی بگیم راجبش؟ کیف کن که تاریخش رو. من یک چیزی رو میپرسم راجع به این صحبت بکنین. برای شما نوروز چی بوده؟ کسی هست که بگه برای من نوروز چی بوده؟ خانم مهسا الان دستشون بالاست، بزنید خانم مهسا صحبت کنن. بفرمایید. با عرض سلام، شب بخیر و تبریک سال نو به همه عزیزان و دوستان. یه چیزی که به شدت امشب منو تحت تاثیر قرار داد، من البته سعادت نداشتم از اول برنامه بیام، ولی به محض اینکه اومدم و این شعرهایی که آقای دکتر فراجی میخوندن برای من به منزله جواب یک فال بود. یعنی اصلا عجیب بود برای من، انگار تک تکش سوالایی که من در ذهنم داشتم و داشت جواب میداد و من این چند روزه حال خیلی خوبی نداشتم. معذرت. ای بابا. باشید مهسا خانم، همیشه دلتون همینطوری صاف و همینجوری زلال و آینه‌وار باشه و هر چقدر این پوسته کشیده دل نازکتر و کشیده تر باشه، با کوچکترین ضرب آهنگ ها نوا نشون میده. و آفرین به شما که تونستین اینو انقدر ظریف و زلال و انقدر پربازتاب نگهش داریم. نگهداری از دل بزرگترین فنیه که کاش یک انسان قبل از هر فنی یاد بگیره. خیلی ممنونم، از همه عذرخواهی میکنم. زنده باشید. هر قطره که در جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. اینو مطمئن باشید، امکان نداره چیزی رو شما تصادفی ببینید یا تصادفی بشنوید. فضیل عیاض در حین گذر یه آیه شنید: آیا زمان آن نرسیده است؟ گفت اتفاقا رسیده است، خیلی هم دیر شده است. و کلا برگشت و شد مجتهد زمان. دزدی که بزرگترین دزد زمان بود شد مجتهد زمان. خیلی خوشحالم. اونم داستان جالبی خواهد بود. داستان عیاض هم اگر فرصت بشه یکی از برنامه خوب میتونه باشه. خانم مینا بفرمایید، شما دستتون بالاست. دستم بالاست؟ چرا؟ همینجوری بالا اشتباه شده. خواهش می‌کنم. ببخشید. خواهش می‌کنم. توی فکر می‌کنم افسانه اومده که جمشید شاه بود که اولین بار نوروز رو توی ایران جشن گرفت. یعنی بعد از اینکه اومد اون آبادانی رو انداخت داخل سرزمین در ایران شهر، در ایران زمین، نوروز رو جشن گرفتن. و این سمبولی که داره خیلی برای من جالبه که همون که گفتین تمام سختی‌ها سپری میشه. دنیا شاید جای خیلی قشنگی نباشه، سخت باشه، ولی ارزششو داره که یه روز نوروز که میشه بذاری کنار همه چی و باید شادی کنی. یعنی یه پاسداشت نوروز حداقل این که دنیا داره نو میشه، تو هم خودتو نو کنی و برگردی. این حالا برداشتی بود که نوروز همیشه برای من داره و این چیزایی که توی ادبیات ما اومده بود. خانم نگین ازشون بردم بالا، بفرمایید.
شبتون بخیر باشه. من اولا میخواستم بگم که مهسا جون خیلی به نظر من خیلی هم آدم باید به قول جناب فرجی آدم باید دلش خیلی نازک و سبک باشه که انقدر راحت هم بتونه اشک روون بشه و اصلا هم احساس ناراحتی نکنید. اینجا مثل خونه است برای من که اینجوریه این گروه. دو این که حالا ایشونا اتفاقا گفتن انگار برای فال بود، حالا نه از اول، ولی برای من یه جورایی از تقریبا میشه گفت حالا 20 سالگی برای من لحظه سال نو، نوروز، فال حافظه. یعنی من حالا به طرز عجیبی حتی دوستم اون لحظه دستم باش مشغول نیت کردم باشم، بیشتر برام یادآور اونه. و حالا بچه‌های تو گروه که خب همشون من فکر میکنم جشن میگیرن، کاشکی بشه که بیشتر پیام نوروزو توی حالا هر جایی که ساکن هستیم، من کار ندارم نیوزلندیم، استرالیا، هر جایی که هستیم. نیوزلند به نظر من به خاطر جمعیتش و حالا شاید دورتر بودنش از دنیا کمتر اطلاعات هست راجع به نوروز. یه جای کار میکنیم، مدرسه بچه‌هامون، حالا هر جوری که میشه این فرهنگ رو اگه بتونیم بیشتر پخش کنیم، به اشتراک بذاریم با همه، به نظر من خیلی خوبه. شبتون خوش بشه. من میوت میکنم. زنده باشین الهی. آفرین بر شما. متشکرم. هیلا جان شما صحبتی دارید؟ ممنون از همگی، ممنون آقای فرجی. مهسا خانم مرسی که شیر کردین و امیدواریم که حالا گفتی تو این چند روز اتفاقایی افتاده، امیدواریم که خیر باشه هر چی که هست و اگر چیزی هست، کاری فکر میکنید از دست ما برمیاد، حتما با ما شیر کنید. خوشحال میشیم کمکی بتونیم بکنیم. بازم ممنون از همه. متشکرم. دوستان دیگه اگه کسی صحبتی داره؟ بفرمایید شما خانم مینا، شما صحبت داشتین. میگم حال مهسا جون دگرگونمون کرد. آخه نه اشاره که سلامت باشن، سلامت باشن داشته باشن. خانم مهسا، من این شعر رو به شما تقدیم میکنم. تا بال اینجا نخوندم، من نمیدونم چرا، ولی خب این شعری که امشب آماده کرده بودم و نمیخونم، این شعر رو برای شما میخونم. اینجا برای مشق پریدن هوا کم است، تفسیر درد مرا واژه فنا کم است. دشنام زنده قهر است روزگار من، یک قلب پر از مهر و لب پر ثنا کم است. بت‌ها گرفته اند تمام خانه دلم، بشتاب که در خانه جانم خدا کم است. در مروه تردید چرا ریشه بسته ای، اینجا بدون وجودت صفا کم است. سرد است و عبوس است نگاه جهان مرا، لختی بخند که اینجا صدا کم است. قوم و قبیله من گم شده تنهاییم ببین، آغوش بی پناهی مرا آشنا کم است. سرما گرفته وجود پر احتیاج من، ای بهترین لباس محبت قبا کم است. دردی فتاده به جانم که می کشد مرا، ای روح هستیم اینجا دوا کم است. افتاده کشتی جانم به موج بلا، آهی خدای دلم ناخدا کم است. هستم اسیر ناز نگاهت طبیب من، در آشیان امیدم شما کم است. خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر میکنم از انشالله زنده باشید. آقا کشتید ما رو که حالت نوحه بود بیشتر، ماه عسل شد برنامه اصلا یه تغییر کاربری دادیم. ای بابا من باید خیلی تلاش کنم که تو رو از سکوت خارجت کنم. خدا رو شکر این هفته موفق شدم. آقا زنده باشید. درود بر شما، سلام بر همه. من خیلی خیلی در یک داستانی وجود یک نفر رو لازم داشتم و نبود و هر کار کردم درست مثل این که میرین یه قطعه برای یه
ماشین برای وصله انتخاب کنید، یه جایی میبرنتون 200 تا ابزار بهتون نشون میدن، هیچ کدوم به دردتون نمیخوره. اصلا حالتون گرفته میشه که این همه هست ولی اونی که من میخوام نیست. بعد فکر کنید یهو اونی که میخواین رو پیدا میکنید، چه حس خوبی به آدم دست میده که دقیقا من اینی میخواستم ها، این اون جنسش بود. و جالبه این تو عشق صدق میکنه، تو کار صدق میکنه، توی مسیر صدق میکنه. خیلی از عاشقانه های دنیا اینجوری اتفاق افتاده. تا دیدمش یهو دلم لرزید. همین داستان پستچی که ملیحه خانم گذاشته بودن چقدر قشنگ بود که میگه من رفتم پستچی دم در اومده بود که نامه‌مو بگیرم، تا دیدمش دلم لرزید. بعد میگه هر روز برای خودم نامه سفارشی مینوشتم که اون پسره بیاد دم در من ببینمش، خودکار بده من امضا کنم و نامه بدم. و ببین این هیچ آقا شما فکر کردی عقل تو به کار انداختی، ثوابه خانواده فامیل هیچی. و جالب جلسه طوری تموم میشه که وقتی اون پسر به خاطر حرف بیراهه‌ای که همسایه میزنه باهاش درگیر میشه و از شغل پستچیگری اخراجش میکنن و داستان تمام میشه و میگه که بعد از اینکه من بزرگ شدم دیگه هیچ نمی‌تونم دخترم بره در باز کنه، خودم میرفتم در باز میکردم. ببینید اون اتفاق است، اون اتفاق فقط با یعنی همون چرا کاسه منو لیلی شکست، همون چرا این تیشه دست فرهاد باشه، چرا این پنجره از اون بالا بیفته جلوی گلبانو و همه این اتفاقات دنیا فقط و فقط مال همین موضوعه. باید خیلی عشق در وجود فرهاد باشه که خانم شیرین رو با اسبش بلند میکنه و میاره. باید خیلی مهندسی تو وجودش باشه که از محلی که شیر رو میدوشن تا جایی که خانم شیرین شیر رو بر میداره و مصرف روزانش هست رو طوری با سنگ تنظیم بکنه و جویی درست بکنه که این شیر کامل برسه. این اون هنریه که شمشیر و دشنه دشمن رو در پهلوش فرود میکنن و صداش رو میبره، حتی آخ نمیگه که محبوبش از خواب بیدار نشه. اگر بتونین اینها رو به انگلیسی برای یه نفر تفسیر بکنید که هیچ فیلم عاشقانه‌ای در هالیوود، در بالیوود، در هیچ کدوم از این سیستما نیست که اینجور لطافت‌های عاشقانه رو توضیح بده. یعنی چی؟ که تو رو دارن میکشن، صدات در نیاد که مبادا محبوبم که کنارم خواب است بیدار شود. ما اینجا همش نشون میدیم طرف بلند میشه، خفت یارو رو میگیره، 3 تیکش میکنه، از پنجره میندازش بیرون و میخواست یه کاری بکنه حسابش رو رسیدیم. این داستان اغلب اینو نشون میدن. ولی این چی میگه؟ میگه من حتی حاضر نیستم. میگه که ای باد نسیم یواش بیا که محبوب من خوابیده، میترسم از گذر تو، ترسم که خواب است و بیدارش کند. آقای شجریان میخونه این رو. خب این اون داستان است. ما هرگز این لطافت و این مرز بسیار بسیار نادر دوست داشتن رو در هیچ فرهنگی نداریم. یعنی حاضر باشی بمیری و بگذاری دشمن تو رو بکشه و سینه تو رو، پهلوی تو رو با دشنه بدره و صدایی از تو بلند نشه مبادا که محبوبت که در کنار تو خوش خرامیده و خوابیده خوابش مشوش بشه. یعنی جانی میدهی که خوابی مشوش نشد. خداییش یک دونه مثال برای من بیارین تا آخر عمرم دیگه از ادبیات فارسی حرف نمیزنم. یک دونه مثال نیست. چون اصلا این حد از عشق رو اصلا خیلی اینجا خیلی از فرهنگا من اومدم حرفه اصلا میگن عاقلان یعنی چی؟ آدم بعد از جونش اوکی حرفی نداریم. اگه برای تو جون مهمه در مقابل محبوب حرفی نداری. گفت مشق نام لیلی میکنم. اون نمیفهمه، نمیبینه، روی شنه باد میبره. خاطر خود را تسلی میکنم. این اون تکه است. من هی اینجا نگاه میکنم ببین امیر اومد. خب خدا رو شکر. خب چی شد؟ هیچی. من خوشحالم امیر اومده. همین. این خیلی قشنگه، این خیلی زیباست. من زنموی خیلی پیری داشتم، خیلی پیر، و ایشون چون زبانش آذری بود اصلا نمیتونست این حمد و قل هو الله رو بخونه. قیار رو که همه رو گه میگفت، ویارم همه رو فه میگفت، قل فف الله احد. دیگه با خدا پف بازی میکرد دیگه.
بعد یه آقای اومده بود گفته بود تو مکه رفتی، نمازت قبول نیست، حجت قبول نیست، روزهات قبول، هیچ چی قبول. این داشت مثل بچه کوچولو گریه میکرد، یعنی افتاده بود یه جا نمیشد اینو جمعش کرد. هیچکی رفتم گفتم چی شده زنمو؟ گفت این آقا شیخ اومده گفته اینجوری فلان رساله این گفتم صبر کن حواسش مفاتیح الجنان رو نمیدونم دیدین یا ندین، کنارش یه چیزایی نوشته، وسط متن یه چیزی نوشته. گفتم اون این متن وسط رو خونده، حاشیه رو نخونده. ببین حاشیه به فارسی نوشته، یعنی میشه اصلا تو فارسی دعای دست بخونی. کی گفته باید؟ گفت تو رو خدا میشه؟ گفتم آره، تو که من قبول. گفت آره تو بگی قبول دارم. قشنگ مفاتیح گرفتم جوش، گفتم اینجا نوشته موقعی میخواد برای مامان بابات نماز مستحبی بخونی دعای دست ترکی بگو اصلا. گفت اگه این باشه اینقدر حرف دارم بگم برای مامانم، خیلی حرف دارم براش. دیگه این پر در آورد از اون شب. یک نمازی میخوند که من فکر نمی کنم هیچ عارفی چنین نمازی خونده باشه. بذارین با عشق حق پرستی در لباس اطلس دیبا خسد. اگر بانویی داری نماز میخونی، عبادت هر کاری میکنی، اصلا میخوای یه محبتی بکنی، یه شربتی رو بدی، خب یه لباسی که بوی نه، بهترین لباست رو بپوش و اون کار خوب رو انجام بده. برایم شراب بریز و بگو که شراب است. یعنی یه مینیموم هم نذارین از اون محبت کم بشه، چون این 5 روز بیشتر نیست. عمق این زندگی رو هر چقدر میتونین بیشتر بکنین، لذت این زندگی رو هر چقدر میتونین بیشتر بکنین. این همه حرف نوروزه. 5 روز نوروزه، توش به اندازه تمام سال عشق برای خودتون ذخیره کنین. برای همتون عشق آرزو میکنم. متشکرم از این آرزوی خوبی که کردین. خانم طیبه صحبت جالبی کردن، گفتن بس پیداش کنم، نوروز برای من مشقای زیادی بود که معلم هامون میدادن. پیک نوروزی. این به خاطر اینکه این حال هوامون عوض شده، راست میگه واقعا. یعنی که بخواید هر کسی بخواد یه خاطره الان از نوروزش بگه، اکثر ماها قبل از نوروز ما می نشستیم پیکار رو تا اونجا که میتونستیم حل میکردیم، بعد دیگه دستش نمیذاریم تا روز 13 به در. دیگه 13 به در اونجا برمیگشتیم خونه، تازه میشستیم مینوشتیم. خوش به حال شما که پیک داشتیم. آره. ما اولش نداشتیم، ما هم بهمون رسید آخرش، وگرنه اولش نداشتیم. من قبل از اینکه تقریبا بیام اینجا دفترچه‌ام دیگه انداختم دور. یه دفترچه داشتم 100 خط که روز 28 نشستم. از روز یک علامت زدم تا روز 15 مدرسه که شون اصول تعطیل اون سال تموم کنم. و این مشق با یک ذوق یا یک لذتی، نه من اصلا هیچ وقت یادم نمیاد که حتی اون خط قشنگ تا آخرین خط هم نگاه می‌کردم، میگم حیف که انداختمش تو واقعا، ولی نگه داشته میگم چقدر با لذت تمام می‌کردم که میخوام روز اول عید دیگه بتونم شیطنت‌ها و بازیام بکنم. یکی از یادگاریایی که من خودم در ذهنم مونده مال اون موقع این که ما تقریبا هفته قبل از عید بردن ما رو کوچه برلن که سر تا پا لباس نو برامون بخرم. من هرگز این عهده یادم نمیاد. خودت کوچه برلن یک دنیا برام خاطره بود هیچی، ولی روز اول بعد از 13 که می‌خواستم برم مدرسه این لباس نو رو بپوشم کفشمو یادم نمیاد که من خاکیش می‌کردم. مامانم گفت مادر چرا نمی‌کردیش می‌کنی؟ دوست نداشتم. این موقع متوجه نبودم برای چی، ولی الانم نگاه می‌کنم خیلی دوستم لباسم برقش بیاد همیشه و سختمه که نمود داشته باشه. اون موقع هم چون مدرسه بچه‌های پرورشگاهی تو مدرسه ما بودن، من یادم وقتی می‌خواستم مدرسه خجالت می‌کشیدم. مادرم نمی‌تونستم براشون توضیح بدم که مثلا از چی سختمه، ولی قشنگ یادم که توی ایام میدونم که تو خاکی داره کهنه بشه. روز آخر مامان میشوسی بره بودم تو خیابون هی بیمارش برای که برسم مدرسه این کهنه باشه فقط کفشم. ولی خب چه خاطرهای قشنگی، واقعا چقدر مراسم قشنگی داشتیم که حتما این کوچه برلن رو یادم نمیاد که میرفتیم چه شلوغی بود، چقدر تنه بهمون می‌خورد. مامانم نگران گفت چقدر خاطرهای قشنگ و مشقا شده. خیلی عالی. یک سوالی رو دوستان به من جواب بدن. شما چه حسی بهتون دست میده وقتی میفهمید در فرهنگی بزرگ شدید و وارد فرهنگی هستید و دارای فرهنگی هستید که توی اون فرهنگ یک کلمه‌ای مثلا مثل نوروز به اندازه یه دایره المعارف معنی توشه؟ چه حسی بهتون دست میده؟ لحظه‌ای می‌بینم الان چه فرهنگی دارم، راستشو بخوایم ببینیم
اینکه دلم میخواد همیشه انسان‌ها همین انقدر درست کار باشن که به قول شما پشتوانه محکمشون تازه نشون داده بشه. اگه پشتوانه محکم داشته باشیم ولی متاسفانه یه وقت خدایی نکرده وقت داره الان مشکل به وجود بیاد، این یه ذره اذیتم میکنه که حیف که پشتوانه به اون قوی ولی فرهنگ الان اینجوری دست خورده شده خدایی نکرده. یکی از اساتید دانشگاه ترکیه جواب این سوال داده، من ازشون میگم، میگه شما هرگز مثل ملت ما نبودین ایرانی ها، شما فردوسی داشتین، شما فرهنگ غنی داشتین و هر موقع میخواستین خودتون رو معرفی کنین لازم نبود بگردین یه ریشه برای خودتون پیدا بکنین. این ماییم که هرچی برمیگردیم عقب هیچی نیست، این ماییم که هرچی نگاه میکنیم چیزی برای گفتن نداریم و مجبوریم برای. خب ببینید مولوی 3 کلمه ترکی ازش تونستن: یتیشتیم، پیشتیم، یاندم، خام بودم، پخته شدم، سوختم. اینو ترجمه کردن به ترکی و همونو توی رقصای سما و این حرفا سما میذارن و اون همه مجسمه، مراسم، همه اینا به زبان ترکی برگزار میشه، در حالی که کل آنچه که مولوی گفته خب داره چی میگه؟ میگه من ندارم هیچی. اون داستانی که کلاغ میاد پر طاووس و پر این پرنده‌های مختلف به خودش میزنه، هر کار بکنی تو طاووس نمیشی، هر کار بکنی تو زیبا نمیشی، چون مال تو نیست. ولی اگه به طاووس بگی تو زیبایی، چه حسی راجع به زیبایی داری؟ طیبه خانم خیلی جواب، خدا وکیلی من هیچ حسی ندارم. برای اینکه مال خودته، برای اینکه در وجودته، برای اینکه دارا و مالک اونی. میدونی چی میگم؟ مثل که بری تو جواهر فروشی به جواهر فروشی بگی خب شما این همه طلا تو ویترینتونه چه حسی داری؟ چه حسی داری شما؟ طلا من دیگه. ببین، ولی اونی که بیرون وایساده میفهمه چی تو جواهر فروشی داره میگذره. این اون تکیه که من عرض میکنم، موقعی که با فرهنگ‌های دیگه مماس میشین، تماسی برقرار میکنین، صحبتی میکنین، حرفی میزنین، اینو در یاد داشته باشین. اینجا مثلا دیدم برای فروش یک پا نوشته که این فرش در ترکیه ساخته شده ولی پرشین دیزاینه. خب آقا تو دلت میخواد اینو خوب بفروشی دیگه، چرا وصلش میکنی به پرشین دیگه؟ پرشین دیزاین راگ میدین ترکی. چرا؟ چون عشق میکنه که اون پرشینه. اون دوست دارم. من دیروز یه جا رفتم یه فرش پرشین خریدم اینقدر. خب داره به این فکر میکنه و این براش مهمه که بله من از ریشه‌گاه و خواستگاه این هنر جنس دارم. درسته. متشکرم. خانم مهسا دستشون بالاست، بعدش هم امیر جان. من عذر میخوام که شاید حالا اصلا جاش نباشه که اینو بگم، ولی متاسفانه ما ایرانی‌ها به جای این که از فرهنگ بیاموزیم و از تاریخمون بیاموزیم به تاریخمون آویختیم. یعنی واقعا هیچی مثلا پا میشن. البته الان من واقعا افتخار میکنم ایرانی‌ها علی‌رغم این که حکومت فعلی به شدت مخالف آداب و رسوم ما هست، ایرانی‌ها هر سال با شکوه‌تر این جشن رو برگزار میکنن علی‌رغم همه سرکوب‌ها و همه مزاحمت‌هایی که براشون ایجاد میشه و انگار روز به روز بیشتر میفهمن. با فیلمایی که من داشتم، ویدیوهایی که توی تلویزیون شبکه‌های مختلف پخش میشد، دیدم چه استقبالی از بازدید کاخ‌ها شده امسال و اینکه به هر حال مردم آداب و رسومشون رو حفظ کردن. حالا علی‌رغم من همینو دقیقاً گفتم که هر چند افراد زیادی اومدن که این شرایط رو بپوشونن، دیده نشه، فراموش بشه، خراج رو اون موقع گذاشتن مردم رو ناراحت کنن و هر کاری کردن. ببینید وقتی در گوشت و پوست و خون و استخون یک جامعه فرو بره یه چیزی و وجود داشته باشه و ریشه‌اش اونجا باشه، شما نمیتونی با جمع کردن ظاهر اون موضوع رو جمع کنی. کاملا فرمایش صحیحی هست و باید منی هم که تو این فرهنگ بزرگ شدم به این باور برسم که حسین
تو هم در وجودت یک نوروز ایجاد کن. آره تو سابقت خوبه، دیرینت خوبه، پیشینت خوبه، اساتید داره، همه چی اثرش در تو هست؟ یه عملی انجام بده، یه نوروزی در خودت ایجاد کن که با دیدن اون تغییرات همه بگن چی شده. اون موقع تو میگی در وجود من نوروز شده. آفر، این اون چیزیه که همه من و شما باید داشته باشیم. حالا اینکه قبلش چی بوده و به هر دلیل بوده است بماند. الان نشانگر نوروز باشیم هر کدوم. آفرین. ممنونم. دقیقا همینه. یه سه چیزا هستن که از فرق نمیکنه شما کجا باشین یا کی این چیزا هستن که دستوری نیستن. شما رقص از مردم ایران نمیتونید بگیرید، موسیقی از مردم ایران نمیتونید بگیرید، چون ما هر گوشه این مملکت رقص خودشو داره، آواز خودشو داره، موسیقی خودشو داره، کلام خودشو داره، غذای خودشو داره. یعنی هر جوری که بخوایم بگین تمام این مملکت پر از این چیزاست. یعنی شما هر کاری بخواید بکنین، واقعا میگن خدا هم بیاد پایین نمیتونه اینو عوض کنه، چون این بخشی از هویت اون آدماست. و من خیلی نگران این موضوع نباشیم، مردم خودشون حواسشون به فرهنگ خودشون یه جوری هست و مثلا وقتی بشناسنش. همین جان شما صحبتی داشتید. من یه چیزی میخواستم بگم در مورد حالا پیامی که طیبه فرستادن. بعضی اوقات که ما مثلا بشینیم منتظر باشیم یه کسی بیاد برامون یه جشنی بگیره و اینا، فکر میکنم یه خورده کمکاری از جانب خودمونه. بعد عادت هم میشه. مثلا اگر من برام عادت بشه که نوروز رو جشن نگیرم به هر طریقی که میتونم، حس و حالم هم نسبت بهش رفته کمتر میشه، از بین میره. یهو بعد از 5 سال برمیگردم میگم من اصلا برام بو کردن اسکناس نو هیچ معنی نداره، یا اصلا گرفتن عیدی، یا اصلا حال و هوای بو کردن سمنو یا نمیدونم سنجت فلان اصلا برام هیچ معنی نداره. اگه خودم بذارمش کنار رفته معنی مفهومش هم از دست میره. ولی اگر تلاشمو بکنم همچنان در حد وسعم توجه بکنم بهش، حرف خوبی زدین، ارائهش بدم به بقیه. ما اینجا خب توی دانشگاه خیلی کار کردیم، سفره 7 سین چیدیم، چه میدونم من توی محیط کارم به بقیه گفتم، پرزنتیشن درست کردم، رفتم گفتم. همین بازخوردی که شما میگیری، شما مثلا 2500 خورده ای سال دارید جشن میگیرید اینو فلان، چقدر جذابه، چقدر جالبه، چه سنجت نماد خوبی داره، چه نمیدونم آینه جالبه فلانه. یه کار بانمکی هم که حالا کردم این بود که من رفتم از بانک اسکناس نو گرفتم. متاسفانه قرآن بزرگ نداشتم، ولی یه کتاب سعدی اینجا دارم. حالا کسی هم که نمیدونه این حافظی یا سعدی، ولی بهشون گفتم که حالا ما مثلا رسم اینه که فال بگیریم و اینا. اسکناس هم گذاشتم لاش، باز کردم، آقا اصلا انگار که به اینا مثلا لالیپاپ دادی. یعنی انقدر برای اینا شیرین بود کتاب رو واکنن توش مثلا یه اسکناس $10 برش دارن، بعد براشون شعر رو میخونی، بعد حالا دست با شکست ترجمه، بعد خودت یهو کیف میکنی از این عقبه. اصلا خودت یهو من این همه چیز دارم که تا دیروز فکر میکردم عادته، چون بابا و مامانم این کارو میکردم، منم میشینم سر سفره 7 سین. ولی الان که دارم برای یه نفر دیگه این کارو انجام میدم، واکنش رو که میبینم میگم با من نمیدونستم انقدر جذابه، چقدر بعد همین بازخوردی که شما میگیری اصلا چنان ولوله‌ای در دلت برپا میکنه که میشی مثل حس و حال دکتر حسین عزیز وقتی داره شعر میخونه. اصلا یهو اصلا غرق میشی تو اون حس و حاله، و واقعا اون احساس انقدر ناب، انقدر خاصه که با هیچ چیزی قابل قیاس نیست. من میخوام بگم خودمون اول پاشیم یه کاری بکنیم برای اینکه خودمون یادمون نره. مرسی. متشکرم. خانم نگین بفرمایید. مرسی امی جان، واقعا ایشون درست میگن. اون حسی که آدم، من خودم منم عذر میخوام کلمه انگلیسی با دیگران به اشتراک گذاشتم تو این چند سال، خیلی شیرین بوده. و خب حالا کمکاری بقیه بوده. من سعی کردم از همون سال اولی که اومدم، هم توی مثلا همزمان که کار میکنم، هم توی مثلا دپارتمان خودمون، هم مامانم لطف کردن سال اول مثلا یه کلمه برای من، همون چیزایی که حالا هر سال باهاش سفره درست میکنم رو فرستادن، ظرفای کوچیکو. حتی خب میان نگاه میکنن، نماد همین پرینت میگیرم معمولا اگه بشه،
امسال مثلا من مدیرمون هلندیه، شیرینی زبون خورده بود، گز من 1-2 ماه پیش که بابا برام فرستاده بود آورده بودم، دوبارم که برای عید سفارش دادم. بعد میخواد بره اوکلند سفارش بده شیرینی زبون، میگه تانگ گفتم بهنا تانگ نکن. من خودم سفارش دادم هفته دیگه، یعنی که میگه من میخوام کاسپین شاه، گفتم آنلاین هم میتونی سفارش بدی. ولی خب خیلی جالبه که خیلی مثلا یک آدمی این همه سال تو محیط آکادمیک بوده، تو مدرسه بوده، دانشجو داشته خیلی، ولی یا مثلا تو سر کار اینا برای من خیلی جالب بود. با وجودی که ما این همه ایرانی داریم خیلی اطلاعات کم بود. یکی از خوبی‌های نوروز به نظر من به اشتراک گذاشتن است و همین ما یه تصویری حالا خواسته یا نخواسته ساخته شده از ایران تو ذهن مردم. واقعیتش اینه که من حالا عیدی که نذاشته دادم، همین که ما شیرینی داریم، نات داریم، آجیل داریم، این چیزا سر سفره داریم و بهشون تعارف میکنیم، خیلی براشون لذت بخش بود. کلا نیوزلندی هم که عاشق غذای ما، چون نظری زیاد داشتیم من همیشه میگم اینا اصلا غذایی که مثلا بهشون آفر کسی میده میگه ریلی، مثلا خیلی جالبه. کلا حسش خیلی خوبه و میگم کاش کی بشه. من امسال مثلا یه خانومی اینجا تو مهد کودک دخترش پدر و مادر و بچه‌شون نوروز رو اجرا کرد، عمو نوروز مثلا. با اینکه خب یه شهر کوچیکه، همین خانم امسال یه فکر کنم 3-4 دقیقه با رادیو پالمرستون نورث صحبت کردن و اینکه خب خیلی خوب میشه اگه همه این افورت رو این زحمت رو بکشن که بیشتر. خب ما نیوزلند کوچیکه، ببخشید من خیلی هم دارم طولانی حرف میزنم، ولی ما فستیوال آف کالچر 2020 داشتیم، یه گروه از ولینگتون اومد سر دقیقاً 12 ظهرم اجراشون بود. 100 نفر دقیقاً اول صحبت میکردیم راجع به رقص، اکثریت هم همیشه خانومان، مردم همینجور با تعجب نگاه میکردن که ایرانیا چرا زنا دارن میرن. کم کم مردا با خجالت میومدن. نزدیک 100 نفر، شاید اغراق نمیدونم 50 نفر حداقل داشتن توی میدان شهر که همین فستیوال آف کالچر بود میرقصیدن. توی فیلمش هست، اصلا یک شور و شوقی بود. حالا شما فکر کنید که ما مثل ملبورن، مثل خیلی از شهرهای استرالیا بتونیم یه کارناوال نوروزی داشته باشیم. آفرین. انشالله یه روز خانم هرو نوروزخانی رو ردیف میکنن. دقیقاً. ما از مثلا یکی از خیابونای سیتی سنتر یه نفر نوروزخانی میکنه، عده‌ای پشت سر راه میرن و سینی سفره 7 خانم 7 سین رو روی دوششون روی سینی میگیرن میگذرن و خب طبیعتا این سوال پیش میاد، علامت‌های سوال رو کلاه گینگ 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 به قول آقا بهزن اون قلابه گیر میکنه این چیه؟ چرا این رو سرشون گرفتن؟ این چیه که رو سر گرفتن؟ بعد توضیح یواش یواش اون واقعا مطمئن باشید این نفوذ و اثرگذاری یک کار فرهنگی از هر چیز دیگه‌ای که شما فکر کنید قوی‌تر. تمام و کمال به این باور داشته باشید و واقعا میتونه شما رو به یک جایی برسونه که خیلی قوی عمل بکنید و این هنره. بله کاملا. هلا جان شما چیزی می‌خواستی بگی؟ بگو تا من بگم. والا همین مواردی که اشاره کردین خیلی خیلی عالی بود. آدم ایده میگیره حتما برای برنامه‌های آتی که ازشون استفاده بکنه. منتها تو این 1-2 سال اخیر به خاطر این شرایط کرونا ما چندین برنامه‌ای که داشتیم متاسفانه کنسل شد. ولی یه مشکلی که اینجا هست اینه که مشارکت کمه. این مشکل متاسفانه داریم. مثلا همین رقصی که اشاره کردید اینجا ما مشکل داریم باهاش و حتی لباس محلی خیلی عجیبه که ما فکر میکنم الان تو خود کرایشش یه 5-6 دست لباس محلی هست که دیگه کلا انقدر ازش استفاده کنیم. الان از غیر ایرانیا بپرس که همه حفظن تمام لباس رو، انقدر که دیدنش همه جا. یه مقدار مشکلات داریم، مشارکت خیلی کمه، ولی انشالله اگر بشه شاید بشه این کار رو کرد که کلا سراسری باشه، یه سری برنامه‌ها حالت تور مانند باشه. تمام افرادی که از سراسر نیوزلند در واقع علاقه‌مند به همکاری هستند
شروع بکنیم گروهی رو تشکیل بدیم و در واقع شهر به شهر بگردیم، هر ماه توی شهری برنامه‌ای داشته باشیم که بتونیم انشالله فرهنگمون رو نشون بدیم، خوبی ها و زیبایی های فرهنگ خوب که داریم. بسیار آره اتفاقا داشتن از خانم نگین خیلی قشنگ بود. آره صحبتی که میکردن خانم نگین من یادداشت کردم، اتفاقا ایده خیلی خوبه صحبت با رادیوها. ببینید شما وقتی میگن حالی میدونین چیه که جشن رنگ و ایناست دیگه، همه میشناسن، نمیدونم چاینیز نیو ایر همه میشناسن، انواع اقسام چیزایی که مال دیوالی همه میدونن، جشن هندی ها اینا. دوست دارم یه روزی برسه که وقتی میگن نوروز همه بدونن چیه حداقل. یعنی دفعه فکر کنم با هرو داشتیم صحبت میکردیم، فکر کنم یکی از آرزوهایی که شاید همه ماها داریم که به خاطر همین هم هست، مثلا ما امسال برنامه آکادمی این بود که با توجه به ریسورس هایی که داشتیم، کسانی که تونستن کمک کنن، ما 7 سین برگزار کردیم داخل 2 تا کتابخونه مرکزی شهر. اگه میتونستیم کار بیشتر هم انجام بدیم، سالهای قبل شاید بهتر بوده. بگو جان. پارسال هم خب همین موردی که آقای فرجی شما بهش اشاره کردید که در واقع سینی باشه و توی در واقع سیتی سنتر بچه‌ها برن، ما رو تو خود ریورساید مارکت داشتیم. ما اینو همزمان اگه خاطرتون باشه برنامه عید پارسال که بود از ساعت 11 صبح شروع شد تا ساعت 12 شب بود تا بعد سال تحویل، و این وسط بچه‌ها با لباسای محلی سبدایی دستشون بود که توی سبدا کارتای تبریک عید بود و توضیحاتی در مورد عید نوروز و توضیحاتی که در مورد سفره 7 سین اگه اشتباه نکنم داشت، و این توی سالن توی بازار میچرخیدن و این رو به مردم هدیه میدن، در واقع میدادن بهشون که کارت تبریک سال نوشون میدادیم. بله کارت تبریک سال نو بود به همه میدادیم. اینا رو داشتیم، ولی ایده هایی که دارید واقعا عالی بود. این که حالا ما امسال واقعیتش برنامه اصلی که مد نظر خود آکادمی بود این بود که سفره 7 سین در ابعاد خیلی بزرگ توی شهر گذاشته بشه، ولی متاسفانه به خاطر کووید و این اتفاقایی که افتاد یه ذره هماهنگی‌ها به تعویق افتاد، چون اصلا نمیدونستن شرایط به چه نحو خواهد بود. ولی کن این هنوز تو برنامه ما هست برای سالهای آتی که بتونیم این کار رو انجام بدیم، چجور که تو میدونای ایران سفره 7 سین مثلا تقریبا 2 هفته 3 هفته گذاشته میشه. آره مجسمه تو ابعاد خیلی بزرگ. ما این کار رو قرار بود که توی بریج آف ریممبرنس تو سیتی سنتر انجام بدیم که برای یه مدت اونجا باشه و با توضیحات و همه مطالب، ولی خب از اونجا رسید به 2 تا سفره 7 سینی که توی کتابخونه مرکزی داشتیم که واقعا هم استقبال شد. خیلی هم اتنیک کامیونیتی، هم سیتی کانسیل، هم خود لایبرریان همه خیلی استقبال کردن و خیلی تشویق کردن. مورد بعدی که داشتیم مال دوستانی که کرایستچرچ هستن، ما وستفیلد رو داریم که یکی از بزرگترین مالای کرایستچرچه و قرار بود که اونجا هم سفره 7 سین به مدت 1 هفته داشته باشیم. متاسفانه اونم به خاطر یه سری تأخیر در هماهنگی‌ها و بوک بودن کل سالن به تعویق افتاد. ولی ایده‌هاتون واقعا ایده‌های جالبی بود و انشالله بتونیم که مثلا با هم مشارکت داشته باشیم و این کارا رو همگی با هم انجام بدیم. آفرین. خانم نگین بفرمایید. دستتون باشه. ببخشید من مثلا چون میبینم فقط حالا این ایده که خب خانواده بودن، مثلا من دیدم مخصوصا تو شهرهای بزرگ وقتی مثلا تو یه دونه مدرسه چند تا بچه ایرانی هستن، یکی میتونه سیب بشه، یکی سیر، این سرکه، اینا توضیح بدن. این به غیر از اینکه حالا فرهنگ و پخش اشتراک گذاشته میشه، بچه ها هم یاد میگیرن. من چیزی که حالا اینجا زیاد نمیشه گفت ولی نه چجوری بگم نصف حداقل چیزی که من متوجه شدم اکثرا بچه‌ها اصلا نمیدونن عید. آره ببینید با فرهنگ کیوی بیشتر به نظر من برخوردن. من بچه ندارم نمیتونم هم نظر بدم، ولی من تو مدرسه کار میکنم، میدونم چقدر راحته که دی آف بگیری برای بچه. ولی اینکه من خودم هم مرخصی گرفتم، گفتم من باید به اینا مثلا بگم که من عیدمه، من برام مهمه. خب این سال نومه، حالا شاید من حالا ارق خودم دارم، ولی مثلا میگم ما به بچه‌مون به عنوان سال نو، من مطمئنم یه هندی وقتی بگه حالا دیوالیه، حالا اون بستگی داره ها، میگم من چون بچه ندارم نمیتونم راحت بگم بچه‌تو نفرست مدرسه، ولی اینکه حالا حداقلش اینه که بتونیم با بچه‌ها جشن بگیریم و هم بچه‌ها رو تو جشن شرکت داشته باشن، همین که بچه‌ها
ببینن، یادشون نره. خیلی من دیدم مثلا ایده‌ای ندارن که نوروز چیه. دقیقا ما به حال ما نسلی هستیم که توی ایران بزرگ شدیم، هنوز اون دغدغه‌ها داریم و خاطرات داریم. بچه‌هایی که اینجا به دنیا میان یا اینجا بزرگ میشن عملاً دیگه اون بک‌گراند ذهنی رو ندارن و فقط ماییم که میتونیم بهشون منتقل بکنیم و بدونن که آیا اصلا میارزه یا نه. شاید اصلا هیچ دلبستگی نداشته باشیم و مسلماً نسل بعد از اونا اصلا دیگه رابطه‌ای نخواهد داشت مگر اینکه ما اینو بتونیم کامل منتقل کنیم، حداقل نکات مثبتش رو یه جورایی برسونیم بهشون. احسان جان، چهارشنبه سوری هم خیلی دوست دارم. آره چهارشنبه سوری هم اینجا واقعا جالب بود. بفرمایید آقای فجی. یک نکته رو بگم، من چند تا انگار نوع دیدم اینجوریه که یه جوکی رو تعریف میکنم، نوع دیدم ازش میفهمید. به یه فردی خبر میدن که میگن بچت از طبقه 18 ساختمون افتاد، این موبایل میگیره میدوه. بعد چند دقیقه میگذره میگن همونجا که داشته میافتاده میله پرچم از طبقه 16 شکمش رو پاره کرد. این باز بودو میگن داشت میافتاد یه پنجره هم باز بوده، کتف راستش خلاصه اینجاش خلاصه. بعد یکم دیگه با دوباره زنگ میزنه میگه داشتی میومده، سیم اونجا پخش بود، بچه رو برقم گرفته داره میره پایین. بعد هی میاد میگه آقا از طبقه دوم که داشت میافتاد یه آزمایشگاه شیمی هست، اسیدم اونجا بود پخش شد رو بچه. بعد این بالاخره آخرین تلفنی که میرسه جلوی اون هتل روی زمین بچه افتاده. بعد میگه خدا رو شکر چشماش سالمه. ببینید دیگه یعنی چقدر شما باید خوشبین باشی که از یه بچه‌ای که نمیدونم اون همه بلا سرش اومده هنوز دنبال نکته مثبت بگردی. این یه اغراق بسیار شدیده که تو شعر و تو ادبیات معمولا رایجه، حالا تو طنز که دیگه بیشتر. ولی نکته‌ای که من اینجا خانواده‌ای رو میشناسم، بچه اینجا دنیا اومده، اینجا بزرگ شده، دانشجوه و جالبه که در دانشگاه وقتی یه پروژه رو رفته ارائه کنه گفتن تو نمیتونی یک نفره مثلا یا با این پشت زمینه پس زمینه‌ای که داری نمیتونی این پروژه رو اجرا بکنی، این طرح رو، این سامانه رو به نتیجه برسونی. گفته شما در فرهنگتون فردی ندارید که یک تن دنیا رو عوض کنه، ما داریم. اینجا دنیا اومده، فارسی رو هم بریده حرف میزنه، ولی میگه شما ندارید تو فرهنگتون اینی که یک نفر بتونه تاریخ رو عوض کنه، ما داریم. و این قشنگه و موضوعاتی شبیه این پیش میاد. الان تو برنامه رادیو پسته اگر دیده باشید بچه‌هایی میان شعر میخونن. ما همین چند روز پیش توی جایی بود بچه‌ها اومدن شعر بوی کاغذ، بوی عیدی، بوی کاغذ رنگی اینو خوندن. بعد مادری که بچه میگفتش که این نمیفهمه معنی این کلماتی که میگه چیه ولی داره میخونه. خودش یک کلمه به جلوه، یک کلمه به یک گام به پیش هست. ببینید هر چقدر همین که الان گروه تلاش میکنه که کلمات رو فارسی استفاده کنه، خب خیلی قشنگه، همین جوری زنده میمونه. من در برنامه فردوسی به شما گفتم گروهی رو پول میداد فردوسی، میگفت برین در روستاهای دور، در کوهها روستاها رو پیدا کنین، ببینین چه کلماتی مردم است. 200 سال گذشته، 400 سال گذشته، حرف زدن جرمه. بعد این بیاد اون کلمات رو جمع میکنه و بسی رنج برده. این رنج رو واقعا که هیچ موقع کار فرهنگی، من 2 سال 3 سال پیش یک موضوع بود خانم هیرو رو اونجا داد، هیچ موقع از هیچ کس نپذیرید کار فرهنگی سخت‌ترین کاریه که یک بشر میتونه بکنه، چون شما میخوای بسازی و تاریخ رو بسازی. یک نفر رو که بازنده به دنیا میاد تو فرهنگ بازنده به دنیا خواهند آورد. آدم برنده تو فرهنگ برنده به دنیا میاد. چرا توی فرهنگ آمریکایی میان میگن راب امریکن راب؟ اون خرگوش آمریکایی قدرتش مافوق همه خرگوشای سیستم خودشه، سوپرمنه، اون منشون سوپرمنه، نمیدونم سوپرله و همه چیش اون حالت داره. از بچگی میگه تو قوی، تو درستی. حالا درسته که جنبه‌های منفی، ولی تو فرهنگ تو داره میگه من رستمم، رستم دستانم آرزوست. تو قبول داری کسی هست که میتونه معادله ها رو به هم بزنه. این تو خونت باشه یه جا نجاتت میده. بسیار آفرین امیر که بحث خوبی روشن کرد. آره مرسی. میخواستم همین رو بگم که امیر دمش گرم که این کار انجام داد. حالا
من فکرم سالهای قبل پارسال که انجام بودیم هیچی که برنامه داشتیم اینا هیچی، امسال که برنامه داشتیم هیچی، ولی سالهای قبلش من خیلی تو فاز مثلا نوروز اینا نبودم، خیلی من فرق نمی‌کنه، مثلا ماماینا توی ایران میگرفتن نوروزو و من خیلی مهم نبود، حالا زنگ می‌زدم تبریک بهشون میگفتم شروع حالی نبود. ولی این یکی دو سال دارم میبینم که قشنگ هم مردم شروع حالشو دارن بین حداقل ایرانی‌های اینجا و هم تبریک میگن، مرتب حرفشو میزنن و همونطور که یکی از دوستان بود فکر کنم مهسا خانم بودن که گفتن که مردم همه جا پیگیرش بودن، مرتب انگار مردم یه جوری انگار حس کردن که انگار اون هویت رو میخوان، دنبال یه هویت اینن که دوباره به خودشون برگردن، به اصل خودشون برگردن. به خاطر همین یه چیزی مثل نوروز، مثل چهارشنبه سوری، مثل چیزای دیگه‌ای که ما داریم خیلی دیگه بهش مثلا رجوع میشه و تکرار میشه. بفرمایید. این که بچه‌ها رو ما بخوایم درگیر این مراسمات بکنیم خیلی بستگی به خود خانواده ها داره. خاطرم هست که فکر می‌کنم نوروز 2018 بود اگه اشتباه نکنم که قبل شوتینگ بود، برنامه شوتینگ ما کنسل شد. 2018 بود که ما اومدیم یه برنامه تئاتر مانند برای بچه‌ها آماده کردن، یکی از دوستان زحمت کشیدن، ببخشید خود سارا بود، سارا جان اینجا نیستن، سارا جان زحمت کشیدن، یه حالت تئاتر مانند بود برای بچه‌ها آماده کردن، هر کدوم از سینای سفره 7 سین رو به زبان بچگونه یه شعری براش نوشته بود و داستانی نوشته بود و ما اینو اومدیم و چندین تا خانواده گروه تشکیل دادیم، دوستانی که بچه داشتن که بیان هر کدوم از اینا یه سین رو انتخاب بکنن و با بچه شروع کنن اینو کار بکنن و ما بیایم برای اینا یا لباس بدوزیم یا به حالتی که حتی بوستر مانند باشه یه چیزی به اینا درست بکنیم. تو ابعاد بزرگ مثلا اون که سیر دستش باشه، در ابعاد بزرگ و بیا در مورد سیر توضیح بده، هم خودش یاد میگیره هم بچهای دیگه علاقه‌مند میشن. باورتون نمیشه مثلا گروهی که فکر میکنم با 10 نفر شروع شد 2 هفته مونده به عید کلا خالی شد. یعنی تمام کسایی که گفته بودن اوکی شروع کردن و خانواده‌ها دونه بدونه معذرت خواهی کردن ما نمیتونیم، بچه‌مون نمیتونیم پوشش بکنیم، نمیتونیم و در نهایت برنامه کنسل شد. من هنوزم فکر میکنم اون فایل سارای عزیز رو دارم، امشبم پیش ما نیستن ولی خیلی زحمت کشید سارا برای اون فایل تا اون متن رو تنظیم کرد برای بچه‌ها و اینکه خانواده‌هام یه مقدار بچه‌ها رو تشویق بکنن. بعد نیست نباید بچه رو واقعا مجبور کرد به کاری، چون اگه مجبور بکنیم مطمئنا جواب مثبت نخواهد داد، ولی اگر توی خانواده بچه‌ای ببین از عید صحبت میشه، از رسم و رسومات قدیم و خانوادگیش داره صحبت میشه، مطمئنا مشتاق میشه و حتما دوست داره و با علاقه میاد شرکت میکنه که این کار رو انجام بده. این موردی بود که خواستم بگم که خانواده هم لطفا اونایی که بچه دارن حتما سعی کنن کار بکنن روی این موضوع. مرسی. ممنونم. خانم نگین صحبتی داشتیم؟ من حالا نمیخوام خیلی صحبت کنم. درست میگن هیرو جان، همون اگه بچه ها ببینن از اول، ببینید من الان فکر کنم نمیدونم شیر شد یا نه، یه چند لحظه مثلا 7 سین و عکس، چون 7 سین هم بزرگ بود رو میز ناهارخوری بود نمیتونستیم غذا بخوریم، حالا میز 4 نفره برداشتم جمع و جورش میکنم. معمولا من تا 13 نگر میدارم برای اینکه خب همخونم اگه بود ببینه، الان مثلا پارتنرم ببینه، بعد خب دوستام همه میدونن دیگه، همه میدونن سال نو میان عید دیدنی. من دوستام اکثرا کیوی هن، یعنی غالبا ملیت‌های مختلف. من همخونم هم که رفته میگه جای منم رو آتیش بپر، میدونید چیزایی هستش که خب خاطرشون هم میمونه وقتی شرکت میکنن، خب دوست دارن. حالا میگم برای بچه ها هم همین، اگر تکرار بشه. من یه دوستی اینجا دارم دخترشون خیلی جالبه، مثلا همه چی دوست داره دنبال کنه مراسم رو، با اینکه مثلا 6-7 سالشه، چون از اول دیده غذاهای ایرانی و با اینکه خب خیلی هم ایشون فعال نیستن مثلا تو جامعه ایرانی. بستگی باز به خودمون داره دیگه. به قول این خانم فیروزه جزایری بود، یه کتاب داشت عطر سنبل عطر کاج، خیلی کتاب قشنگیه. میگفت خب من بچه هم شوهرش فرانسوی آمریکایی بود،
هم سال نو میذاشت، هم شیرین، هم سال نو ما رو. برای همه چی جا هست. بعد به قول همین خانم میگفت یه ذره جا، میگفت توی پنتریتون همیشه جا هست برای یه ذره ادویه بیشتر، یه ذره بهش ادویه اضافه کنید. واقعا مدل غذا پختن ما رو اینا یاد میگیرن، شروع میکنن انجام دادن. برای من خیلی جالب بوده که مثلا مرینیت کردن و اینا رو. حالا میگم باز حالا امشبم غیبت کبرا داشتن خیلی حرف زدن، ولی همون بیشتر اینه که هر چقدر بیشتر دلمون خودمون بخواده. یه قول میدم دیگه امشب سخنرانی نکنم. نه قبوله بابا، اینجا هستیم که صحبت کنیم. آره چرا خودت اذیت می‌کنی؟ انقدر گفتین تا برم بیارم. ببینین من چقدر بسته آماده کرده بودم از این شیرینی‌ها که پخته بودیم، چون هر سال بچه‌ها و نوه‌ها و عروسم تو محیط کارشون تبلیغ میکنن، اصلا هفسین میبرن و از این صحبت. امسال چون کووید داشتیم همه چی مونده رو دستمون. همه با تأخیرم قبوله. اینا خانم دلیوری دارین دنیده؟ در خدمتتونم هستم. نه فقط به کارشش شدن. هر کی میخواد بیاد. آقا پای آکادمی چی کاره است؟ بدید آکادمی دلیوری بکنه نقاط مختلف میزنه. میخوام یه بچه‌های زیادی آماده کردیم رو آوردن در خونه ما، شخصا تحویل به ما دادن. الان شما موبایلتون رو گذاشتین تو این سبد، دسته سبد داره دیده میشه. توی این سبد بگین چی هست لطفا. همین بسیار شیرینی فردی بود اتفاقا. من پس جای خوبی گذاشتی. من حس شامم حرف نداره. من مطمئن بودم اونجا یه خبری. یعنی واقعا امسال میخوام یعنی کووید کار ما از وگرنه هر سال به قول شما ما تمام مراسم ما حتی کیویا رو دعوت میکنیم، همسایه‌مون همه کیوی ان و خیلی براشون جالبه. همون پول لای قرآن به قول امیر جان و خیلی براشون تعریف میکنیم. یعنی اصلا همینجوری موندن از فرهنگ ما الحمدلله. ولی دیگه همه گفتم بزن قد بگم که آره واقعا من البته به همون نسبت، چون فکر میکنم نوه‌هام در جامعه اینجا هستن، کریسمس هم به همون نسبت براشون حقیقتا جشن میگیرم. من یک چیز خاصی دارم، عقاید خاصی برای خودم دارم. میگم اینجا این شور و حالی که تو کریسمس هست عین عید نوروز ماست بچه‌ها. ببینید چقدر مغازه‌ها خرید میکنن. دقیقاً همه چیزای عید نوروز براشون تداعی میکنم و میگم فرهنگ همه دنیاها شبیه همه، نگاه آدما، نفس آدما، همه چیز در واقع شبیه همه. یعنی همونقدر که کریسمس رو براشون یعنی واقعا همونجوری پر میکنم پای درخت رو هزار برنامه‌ای که مثل خود کریسمس اجرا میکنیم، عیدم به همون نسبت انجام میدیم، فقط برای اینکه بدونن که دلهای شاد رو همیشه آدم باید پذیرا باشه، رسمای شاد همیشه دنبالش بریم و این دیگه فرهنگ خودمون رو به قول شما اینجوری ارائه میدیم به دیگران، در واقع که دیگران فرهنگ ما رو بشناسن در واقع. حتما واقعیت همونقدر کریسمس هم من براشون اهمیت میدم، چون بچه‌ام تو همین جامعه دارن بزرگ میشن و باید بدونن که چون واقعا شوق و شوری که تو کریسمس هست، من نمی‌تونم نوروز براشون پیاده کنم اینجا، برم بگم مغازه‌ها اینجور تعطیلات اینجور فلان بهمان اونجور. اینه که همیشه سفارش دادم به اون دو تا نوه‌هام. ولی خب واقعا ویلینگتونیا خیلی قشنگ جشن نوروز هر سال اجرا کردن، غیر از 2 ساله. ما همیشه تقریبا نوه‌ها همه آشنایی دارن کاملا با نوروز و تمام مراسم نوروز. خانم حکمی یه دفتر بردارین، اون لیست اسم نوه‌ها اون دوتا رو که نوشتین بعد بنویسین حسین فراجی، احسان، هیرو، همیشه به ترتیب. من ان شاءالله بیام خدا حاضری مطمئن باشی براتون. حالا اگه پستم بفرمایید باشه، واقعا یه سری براتون مثلا تازه می‌پدم، چون احساس کنم نگران شدم که دیگه مونده شده باشه حقیقتش، چون تو جعبه هستن. ولی حتما یه سری اصلا می‌پدم برای آدرس که چیزی فرستش من بدید. ما الان هم شیرینی‌پزی یاد گرفتیم، هم کدوسازی یاد گرفتیم، بسته‌بندی یاد گرفتیم، در عین حال بچه‌داری یاد گرفتیم. یه عالمه برنامه فقط از یک کانال. فکر کنین الان نگاه الان مثلا نگین چه رویایی برداشت. شما که اینجور دوره همین الحمدلله واقعا همینجوره. امیر یاد بگیر، اینا برای تو هم درسه. من دارم نوت برمی‌دارم آقا. آفرین. همین خودش هم ماشاءالله یه شفیه برای خودش. حالا نبینیش همگی در همه جا پخشیم، ولی خدا کنه یه روزی بتونیم یک دست یک جا همه کار مفید انجام بدیم و ارائه بدیم ان شاء الله. آفرین بر شما. آفرین بر شما. بسیار خب، حالا اگه دیگه صحبت دیگه در مورد نوروز نیست ما خداحافظی کنیم. از این چیزی مونده می‌خواستین شما مطرح کنید؟ هیچی، تمام کردم، مطالب رو گفتم. خدا رو شکر خیلی سعی کردم با گام‌های بلند رد بشم از مطالب که همشون ذکر بشه. الحمدلله تقریبا همه شاعرها رو هم ذکر کردیم، حتی شاعرای روز. چند تا شاعرای خیلی نزدیکن که اونا هم دیگه خودتون احتمالاً بخونید و تمام انشالله برنامه تمام تا برسیم به ضبط تمام بشه. بسیار خب، پس شما همگی خوش، شاد و پیروز باشید.